با تشکر از شما مردم قهرمان و فداکار و مخلص که در این ماه رمضان به محضی که از شما خواسته شد که بیاییم و جلسه باشه حضور پیدا کردیم. این باعث امیدی این جانب است که شما برای سرنوشتتان حساس هستیم و روی این مسئله فکر میکنیم. آیه کریمه را که خدمتتان عرض کردم، خداوند تبارک و تعالی میگه ما سرنوشت هیچ قوم را تغییر نمیتیم مگر که سرنوشتشان را خودشان تغییر بده. بعد در جای دیگه هست این به عنوان یک سنت الهی است. بعد در آیات دیگه و روایاتی که برای تفسیر آیات روایت شده میگه برای سنت الهی هیچ تغییر و تبدیلی نیست. لذا ما یه را مکرر خدمتتان عرض کردم که این آیه مصداق اکملش، تفسیر صحیحش در زندگانی مردم ما تفسیر شده است. شما مختصر در تاریختان وقتی که فکر بکنین میبینین که دورانهای مختلف زندگی را طی کردین و 2 سال 8 ماه هم ثابت کردن در اینجا در کابل که وقت مصمم بودین از حیثیتتان دفاع بکنین، خدا یاری کرده و شما توانستین تمام زورگویان را سر جایشان بشانین و بعد از جنایات، بعد از جنگای بسیار خطرناک آمدن معذرت خواستن که اشتباه کردیم. من معتقدم که این مسئله نهفته است و تصمیم شما و اراده شما و ایستادگی شما و حساس بودن برای اینی که در سرنوشتتان حساس بودن. لذا تاریخ اثبات کرده است دوران عبدالرحمن وقتی که مردم ما در مقابل این حکومت ظالم و جائر ایستادن 7 سال جنگیدن و عبدالرحمن تمام توطئه هایی که بلد بودن در این دوره علیه مردم ما کار گرفتن. لشکر از تمام نقاط افغانستان جمع کردن، از همه اقوام به جنگ مردم ما فرستادن. 60 نفر از علمای اهل تسنن را جمع کردن، فتوا گرفتن برای این مسئله که اینا رافضی و کافرن. کارساز نشد، ولی آمدن از بین مردم ما خاین تربیت کردن و وادار کردن که با مردم ما خیانت کنن. این مسئله کارساز شد.
چه رقم کارساز شد که 62% مردم ما نابود شد. در یک کشوری که عبدالرحمن پرچمداری اسلام به حساب میره که نورستان را که کافرستان بود عبدالرحمن مسلمان کرد، ولی مردم ما را 62% از بین برد، به عنوان غلام و کنیز از اینجا تا هند به فروش رفت مردم ما و از مالیاتی این کنیز و غلام فروشی در خزانه دولت که وارد میشد، افغانستان در 5 قرن اخیر تعداد این پول را نوشته است. وقتی که 62% مردم ما نابود شد، از او تاریخ تا حالا که بیش از 100 سال میشه ما محروم بودیم، تحقیر میشدیم. هزاره بودن عیب بود، شیعه بودن عیب بود. تعمد بود بر ازی که ما را نگذارن به مکتب ها، ما را نگذارن به کار کردن و تجارت ها. اون چه که در این جامعه امتیاز به حساب میرفت ما محروم بودیم. در زمان شاه محمود خان رسما مکتوب می نویسه به وزارت فرهنگ که بچهای هزاره و شیعه را در مکتبی عربی پوهنتون و مکتب‌های که ارزش داره نگیریم. این محرومیت را شما تیر کردین. شما غیر از این که جوالی کشی بکنین، بار پوست بکنین، در این مملکت دیگه ارزش نداشتیم. افغانای کوچی در هزارجات می آمد، چای و پارچه و اینایش را در سری خانه میگذاشت و میگفت سال دیگه من از اینجا پولش میگیرم. این ما و شما دیدیم و لمس کردیم. ولی وقتی که انقلاب اسلامی شروع شد، شما مردمی که در مقابل افغان حرف زده نمیتونستین، یک نفر عسکر اگر از طرف حکومت در منطقه می آمد، مردا پود می شد، زنها می گفت در این آبادی کس نیست. در انقلاب وقتی که شروع شد که شروع کردیم که تغییر بدین وضعیتان را، به ظرف 3 ماه تمام مناطق هزارجات آزاد شد. پس خدا هم یاری کرد. 4 تا خاینینی که در حزب خلق و پرچم از قبل جذب شده بود، اول منطقه را که رفتن خلی سلا کردن و سلا آوردن هزارجات، در صورتی که هزارجات سلا نداشت. سلا مال افغانا و سرحد آزاد اینجا بود. سلایی که در